ارادت خدمت همراهان عزیز، با شما هستیم در خیابان امام روبروی موزه. می‌خوایم نظر یکی از همشهریای گلمون رو بدونیم در رابطه با چالش جدیدی که داریم. ما ببینیم جوابگو هست این کار. آقا سلام. داداش ببخشید یک لحظه میشه وقتتون رو بگیرم؟ خواستم نظرتون رو در رابطه با چالش که امروز در موبایل مهدی است بدونم. اونم اینه که لوازم جانبی و موبایلی که ما داریم میخوایم به قیمت خرید یا با سود خیلی جزئی به مردم بدیم و فقط دوستانی که از طریق پیج بیان. آیا کار درستی هست؟ چرا؟ خب مگه اجاره نداریم؟ درسته، ولی خب من میگم که پول به بلاگر و پول کذایی ندیم بهشون، خودمون با قیمت خرید بدیم به مشتری‌ها. کار قشنگیه. واقعا دست شما در نکنه. من خودم میام ازتون خرید میکنم. قربونت برم. زنده باشی. هر چی آسی می‌خواستم. هر چی بخوای. اتفاقا